دنبال اصالت بگردیم. آدمی بی چارچوب اصیل نیست. آدمی که همه چیز رو تجربه میکنه اصیل نیست. آدمی که نهمیه اصیله. آدمی که قول میده پای قولش و حرفش وای میسه اصیله. آدمی که نگرانه که دل کسی رو نشکنه اصیله. آدمی که به هر قیمتی نمیخواد پولدار بشه و به هر قیمتی نمیخواد دیده بشه اصیله. آدم اصیل آدمیه که قیمت نداره. قیمت تو به اندازه اون چیزیه که آرزوی به دست آوردنش رو داری. قیمت یه نفر یه گوشی آیفونه، یه نفر یه خونه است، یه تیکه طلاست، یه ماشینه. قیمت آدم‌ها به اندازه بزرگترین چیزیه که دنبالشن. اگه تو آدمی هستی که بزرگترین آرزویت چیزی که خریدنی نیست و از جنس عشق، معرفت و ارزشه، تو اصیل هستی. حالا بذار بقیه هر چی دوست دارن در مورد تو فکر کن.